جلسه روزی آخری انجمن حزب دموکراتی در شیکاگو و کامالا هریس در مرکز توجه. در فضای هیجان و پشتیبانی همه‌جانبه معاون پرزیدنت آمریکا گفت پیشبری به نامزدی انتخاباتی حزب را می‌پذیرد. از نام هر یک نفری که سرنوشت او میتواند در صحیفه های تاریخ بهترین کشور جهان درج یابد، پیشبری شما را به نامزدی پرزیدنتی آمریکا قبول میکنم. هریس از مهمترین سمت‌های سیاستش گفت و رقیبش سابق پرزیدنت دونالد ترامپ را در چندین مورد از جمله شیوه مناسبتش با متفقان آمریکا تنقید کرد. از سوی دیگر ترامپ تهدید دارد که ناتو را ترک میکند. او با این حرفش که گفت روسیه هر کاری که میخواهد بکند، پوتین را تشویق کرد تا به هم پیمانهای ما حمله نماید. 5 روز پیش از آن که روسیه به اوکراین حمله کند، من در ملاقات با پرزیدنت زلنسکی او را از نقشه های حمله روسیه آگاه کردم. من در سفربرکنی کمک و جلب یاریهای 50 کشور برای حمایت علیه تجاوز پوتین مساعدت کردم. در کنار اوکراین و هم پیمانهای ناتو محکم میستم. هریس قول داد در مقابله با ایران می ایستد و ترامپ را برای دوستیش با رهبران دیکتاتور محکوم کرد. برای حمایت از نیروها و منفعت‌های ما در مقابل ایران و تروریستان مورد حمایت ایران هیچگاه از هیچ عملی که ضرور است پرهیز نمی‌کنم و من با دیکتاتورها و ظالمانی مثل کیم چن اون که در تلاش ایجاد روابط با ترامپ هستند معامله نمی‌کنم، چون که آنها خوب می‌دانند که با خوشامد و لطف از او آسان می‌شود استفاده کرد. آنها می‌دانند که ترامپ رهبران خودکامه را به جوابگری نمی‌کشد، چون خودش یک خودکامه است. Trump won't hold autocrats accountable because he wants to be an autocrat himself. معرکه تبلیغاتی هریس یک ماه پیش در پی از رقابت کنار رفتن پرزیدنت جو بایدن سر شد. سخنرانی او هم برای نمایش کارنامه و هم نقشه های بعدیش مهم دانسته می شود. یک تحلیلگر سیاسی گفت این چیز برای آبروی پرزیدنتی هریس هم ضرور است. Voters who are not familiar with her رای دهندگانی که با او آشنا نیستند میخواهند ببینند که آیا او واقعا هم میتواند پرزیدنت باشد؟ آیا او توان صحبت و مکالمه با آن رهبران خارجی را دارد که همپیمان امریکا نیستند؟ مثلا با یک قطار کشورهایی که ترامپ با آنها معامله خوب دارد، هریس شیوه سخت‌تر را انتخاب کرد که کمی کمکش کرد. And so I do think that helped her stylistically. هریس اینچنین در مراجعت به همه دیگر گروه‌های سیاسی در آمریکا وعده داد که از حقوق و منفعت‌های آنها حمایت می‌کند و با این دیگر بودنش از ترامپ را نشان داد که تلاش کرده است نتیجه‌های انتخاباتی سال 2020 را بازبینی کند. همکنون هریس و نامزد به مقام معاون او تیم والز 2.5 ماه وقت دارند تا در آستانه انتخاباتی ماه نوامبر دل آمریکایی‌های بیشتر را به دست آورند.